هر زمان و در هر مکان زیر سایه امام زمان با رادیو زمان. به گذشته پرمشقت خودش فکر میکرد. به یادش میافتاد که ای وای چه روزای تلخ و پرمرارتی رو پشت سر گذاشته. روزایی که حتی قادر نبود قوت روزانه زن و کودکان معصومش رو فراهم بکنه. با خودش فکر میکرد که آخه چطور ممکنه یه جمله کوتاه، فقط یه جمله که در 3 نوبت به گوشش خورد، به روحش نیرو داد و مسیر زندگیش رو طوری عوض کرد که اون و خانواده‌اش رو از فقر و نکبتی که گرفتار اون بودن نجات داد. بله، او یکی از صحابه رسول اکرم بود. فقر و تنگدستی اون چنان بر او چیره شده بود که در یه روز که حس کرد دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد و به قول معروف کار به استخونش رسیده، با مشورت و پیشنهاد زنش تصمیم گرفت بره و وضع خودش رو برای رسول اکرم شرح بده و از اون حضرت استمداد مالی بکنه. با همین نیت رفت، ولی قبل از اون که حاجت خودش رو بگه، این جمله ناگهان از زبان رسول اکرم به گوشش خورد: هر کس از ما کمکی بخواد ما کمکش میکنیم، ولی اگر کسی بی نیازی به ورزه و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکنه، خداوند خودش او رو بی نیاز میکنه. اون روز چیزی نگفت و به خونه خودش برگشت، اما باز با هیولای مهیب فقر که همچنان بر خونش سایه افکنده بود روبرو شد. ناچار یه روز دیگه با همون نیت به مجلس رسول اکرم حاضر شد. اون روزم دقیقاً پیامبر گرامی اسلام همون جمله رو فرمودن: هر کس از ما کمکی بخواد ما بهش کمک میکنیم، ولی اگر کسی بی نیازی به ورزه، خداوند خودش او رو بی نیاز میکنه. این دفعه هم خب بدون اینکه حاجت خودش رو بگه به خونه خودش برگشت و چون دوباره خودش رو همچنان در چنگال فقر ضعیف و بیچاره و ناتوان دید، برای 3مین بار به همون نیت به مجلس رسول اکرم برگشت و باز هم لبهای رسول اکرم به حرکت در اومد و با همون آهنگ که به دل قوت و به روح اطمینان میبخشید همون جمله رو تکرار کرد. این بار که اون جمله رو شنید، اطمینان بیشتری در قلب خودش احساس کرد. حس کرد که ظاهراً کلید مشکل خودش رو در همین یه جمله باید پیدا بکنه. وقتی که خارج شد با قدم‌های مطمئن‌تری راه میرفت. با خودش فکر میکرد که دیگه هرگز به دنبال کمک و مساعدت بنده‌های خدا نمیرم. به خود خدا تکیه میکنم و از نیرو و استعدادی که در وجود خودم به ودیعه گذاشته شده استفاده میکنم و از اون میخوام که منو در کاری که پیش میگیرم موفق و بی‌نیاز بکنه. با خودش فکر کرد که خب حالا از من چه کاری ساخته است؟ به نظرش رسید اجالتا اینقدر از اون ساخته هست که به صحرا بره و هیزمی جمع بکنه و بیاره و بفروشه. رفت و تیشه‌ای عاریه کرد و به صحرا رفت. هیزمی جمع کرد و فروخت. لذت حاصل دسترنج خودش رو خوب چشید. روزهای دیگه هم به این کار ادامه داد تا تدریجاً تونست از همین پول برای خودش تیشه و حیوان و سایر لوازم کار رو خریداری بکنه. باز هم به کار خودش ادامه داد تا خیلی نکشید که صاحب سرمایه و حتی غلام‌های زیادی شد. روزی رسول اکرم به او رسید و تبسم کنان فرمود: نگفتم هر کس از ما کمکی بخواد ما کمکش میکنیم، ولی اگر بی نیازی به ورزه، خداوند خودش او رو بی نیاز میکنه.
باران که میبارد تو میآیی. باران که میبارد تو میآیی، باران گل، باران نیلوفر، باران مهر و ماه و آینه، باران شعر و شبنم و شبدر، باران که میبارد تو در راهی، از دشت شب تا باغ بیداری، از عطر عشق و آشتی لبریز، با ابر و آب و آسمان جاری. ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. غم می گریزد، غصه می سوزد، شب می گدازد، سایه می میرد، تا عطر آهنگ تو می رقصد، تا شعر باران تو می رد، تا شعر باران تو می رد. از لحظه های تشنه دیدار تا روزهای با تو بارانی، غم می‌کشد ما را و می‌بینی، دل می‌کشد ما را و می‌دانی، دل می‌کشد ما را